خوب فرمودین. اصلا در داخل پاکستان موضوعات علاوه از اینکه نامنی موجود هستند، بله. مناسبات اجتماعی و همچنان پرابلم های اقتصادی در داخل کشور موجود است. بله. برای شما در می اواخر معلوم شد که به نام 27 ترمیم به نام 27 که در پاکستان شروع شدند و تمام احزاب سیاسی گفتند که یک کودتای پارلمانی بودند. این همه مسائل بودند که میخواد که توجه مردم پاکستان طرف دیگه بکشانه، با همچون مسائل کوشش میکنه که دامن بزنه. بله. و این کار همیشگیش بوده. بر شما معلوم است در زمانی که امرای هند چنین منازعات داشتن، همچنان توجه مردم خود از اینکه در امور داخلی پاکستان توجه داشته باشه که اوجا اقتصاد مردم پاکستان در حالت بد قرار داره و دمی اواخر تقریبا در حدود 127 میلیارد دلار پاکستان قرضدار است و این آخر تقریبا در حدود 2 میلیارد دلار اضافه تر از بانک بین المللی را باز قرض کردن. از اینکه توجه مردم طرف دیگه بکشانه، به این اساس با افغانستان یا با هند یا با کشورهای دیگه توجه مردم او طرف معطوف میکنه. و همچنان برای شما معلوم است که در یک سال نزدیک در اطراف اکناف یک سال تقریبا به 3 کشور همسایه جنگ کردن. اول جنگ خود امرای ایران آغاز کردن، باز به هند آغاز کردن و این سویمیش کشور افغانستان هستند. ما فکر کنیم که پاکستان تا چه وقت مردم خود بازی بده، بالاخره مردمش امو شعور سیاسی داره. به این اساس یک تعداد احزاب سیاسی ائتلاف کرده و در مقابل پاکستان که پاکستان همین ترمیم 27 با مردم پاکستان نیست، باید این را پس بگیره.